سلام به همه دوستان. من اشبنک هستم. اومدیم با یک بازی جدید به نام کانتر. خب بچه ها، قبل از اینکه بازی رو شروع کنیم به شخصیت ها رو انتخاب کنیم، لطفاً چنل ما رو سابسکرایب و زنگوله بغلشن بذارید رو حال که و ویدیو جدید اومد یوتیوبتون میخواد دیگه براتون ویدیو جدید گذاشتیم. خب لایک هم بکنید برید سراغ ویدیو. خب بچه ها، الان اینجا ما این وری‌ها رو انتخاب نمی‌کنیم. مثلا ما اینو انتخاب کنیم چون مانیه. بریم بازار ببینیم چی داریم. بازارینو. نه ببین، ما خفن انتخاب می‌کنیم. ما اینو انتخاب می‌کنیم و بکا میزنیم. این تمام. بریم. من چند وقت کانتر بازی نکردم زیاد. بلدم و فقط اونقدر بلد نیستم. بگه نه داداشو تو یه روز کانتر باز بوده داداش. شرط بگی بالا مرد. چی بود؟ چی بود؟ چی بود؟ چی دیدم من الان؟ تفنگ عوض کن. یعنی ما تفنگ داریم فقط همینه؟ وای لعنت بهش. رفت. من یه آدم یا دیدم. با ماه؟ آره دیگه. الان با ما بود. الان با ما نه. آره با ماه. اون چی بود؟ وای اون ماما نبود. فکر نکنم. اگه چه پارت بچه میزنن لطفاً کامنت لایک های ویدیو به بالای 500 تا برسونید. یا چی رو علا کردن لطفاً. هی خدا بابا جان، هیچ که پیدا نمی‌کنی. 5 تا موندن. ما خوده باید یک شو بکشم و یه نه الان 2700 تا میتونیم تفنگ خفن بخریم بچه ها. 2700 تا همطوری بالاتر میره. ببین بچه انقدر بالا میبرمش تا قشنگ کیه داره ما رو میزنه؟ اوه از اونجاست. بچه ها فکر کنم اسنایپر بود. برو دیگه اسنایپر قطعا، چون خیلی اینجا ببینید اینقدر میزنیم تا نوبت هم باشه. دیریدین. بچه اینا ما نیستیم یه شخصای دیگه. اگه میفهمین که اینجا کانتر بازی این ویدیو لایک کنه. 2 سال بعد بابا چرا تموم نمیشه؟ نه جدی؟ بالاخره 4700 تا. خب الان تو این سبکا چی داره داداش؟ باید ما علی اینو میخریم. اینو خریدیم. جانم به این اصلا جون چیزیه؟ منی. برو خلده فقط تیر بزنی بکش برگرم. بچه ها یه ایده فهمیدم. اگه شما فهمیدین کامنت بذارید. بچه ها من میخوام برم از بالا چون این اسنایپ داره. خب از اون بالا بقیه اسنایپ کنم. خب اسنایپ ببین ما اسنایپ دارم. اسنایپ کلا 30 تا تیر داره.
اگه اینطوری بود بیشتر خشاب میخریدم. خشاب لازم میمون. اینجا کجا هستم؟ سوسمارس یک کثافتی داره. بچه ها من دارم روانی میشم. هر کی مثلا انجام داده سابسکرایب کنه، چون که یه تو باشه هر 3 سال یه بار بعد میزدیم. اما 2000 کلا 700 تا داریم. خفن دخوام خفن. اینم خفن دیگه. آره خفن خوبه. تا اسلحه گرفتیم به ناحیه. فقط بچه اینو ببینید چیه الان آخه. کلا 7 تا تیر بیشتر نداشت. من واقعا درک نمی کنم. واقعا شهر عجیبیه. واقعا شهر عجیبیه. خدا بازی نکردم شستم درد گرفت. کانتر فقط بعدشونه که این سریعت ممکنه بزنه. اگر دوست دارید بازی اکشن رو ادامه بدیم تو کامنت ها بگید. تا ما اینا رو داریم میزنیم لطفا ویدیو رو لایک کنید، چون دهنم داره سرویس میشه. تموم نمیشه. بچه نظرتون هست اسنایپ بخریم؟ بابا تموم شد دیگه. تموم شد. خدا چه گیری افتادیم. بالاخره 2200 کلا. خوبه دیگه. 2200 یو علی چرا؟ بکن بابا این چی؟ نه ما اسنایپ نه. 1500 تا ولی اگه قشنگ استفاده کنیم میارزه بخریم. فقط بهتره ما یک جوری بریم چون مادر دقیقه این دفعه اگه یکی رو بکشیم خیلی بهتر از اینه که هیچ کیو نکشیم. لعنت بهش. دوباره کدوم آدمی داره از اون بالا منو میزنه؟ خداوند کی داره منو میزنه؟ بهم الهام بده. اینا کیان؟ چه بدونی کیه؟ آفرین. ما این داداش ها میریم. داداش این داداش اون چیزا ایکو داداش نه دیکو نه ایکو داره. فقط اینجا در داره. چطوری این رو رفتن؟ جاذبه منطق ماتریکس. همه چی به ماتریکس هم داره بچه ها. ای خدا الان این چی کار کنم؟ نمیشه از اینجا بقیه را اسنایپی نیست اصلا. خدا اسنایپی نیست. او چه شد؟ چیه؟ بچه از اینو بگیم یا از اینو؟ من یه دوباره از همینا
اینا گرون میشه. پس 1000 تایی میخریم با یه دونه 500 تایی. این 1700 تا مونده، یه دونه از اینو میگیریم. کائنات داداش نداره. بچه اگه توش این دوره با خواهرم ویدیو بزنم بگید کسافت خدا. همه رفتن ای خدا ای خدا ای خدا. دیوونه میشه مثلا این پلیر. نه ما اسنایپ الان میخریم. صلوات بفرستین. صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. چیه؟ جلیقه ضد گلوله میخریم. دومی هم میخریم. این مهمتر از اونه. ببین ما جلیقه ضد گلوله داریم. منطقه تا تیر بزنم بعد ما میزنیم. هانتر زده. کانتر زده. کانتر بزنش. آفرین ایشی بنگ. بچه این نظره 2 نفر کشتیم. آفرین. الان میفهمیم که اینا بقیهشون این برن دیگه. فقط خوبی داشت. کیو میزنی؟ کی اون بالا کفتم یا یه درازه بشه جونم. من نفهمیدم بابا از کجا میزنن؟ 46 دارم. 46 جون دارم. یا علی مدد. یا علی تا 1700 شو کردیم. یا علی اون به چیه؟ زیاد نمونده. نیبر بی احساس تو رفتی منو ول کردی. تو بی احساس ایول. یعنی 150 تا کلن جون داریم. خیلی خوبه. این خیلی خوبه بچه ها. ایول. تا اینکه 200 کلن جون داریم. بخشید 200 دلار. الان نمیدونم پول چه درد ما میخوره. نمیدونم چرا تو کانتر آخه با پول کسافت. من نقطه ایم. الان این به این نسکه. ببین من یه حس ششم هم داره میگه چند نفر اینجا. دو نفر؟ پس چرا این اینجا وایساده بود؟ من که درکی ندارم. این دفعه کار دست آمده. این دفعه 3 نفر رو کشته بوده. این واقعا هم این بازی 10 که نمیدن. 10 کلافه. اگه اولین ویدیو
چنلمو ندیدین حتما ببینید، چون درباره واسه اصلا ببینم هر کی ویدیو اول من دیده یه ایشی فامیلی واقعیه. تمومه ندارن. پس الان فهمیدیم اگه اون رو وایسیم بهتره. که خشاب داریم. یه دونه از اینا 1200 مونده، مهم نیست. یه سه خفنه میگیریم دیگه. 1200 بهتر نداره؟ نه داره؟ نداره. داره؟ نداره. داره؟ نداره. داره؟ نه. داره؟ نداره. نداره. اصلا معلومه که نداره. بی احساس. واو چه خوشگله. یه 20 نفر میشه. 5 نفره. 5 فرار میکنه. فرار میکنه شیطون. شیطونه فرار میکنه. فرار نکن عمو جون. میگم 2 تا تیرت بزنم دوباره در کجا میره؟ عمو جون. عمو خودمه. عمو جون بیا میخوام لپاتو بکشم. عمو جون. عمو قصه نداره که. بیا لپاتو میکشم یه تیرم تو مغزت کنیم. هیچ عمویی هم نیست. این عمو بالاخره من نمیتونم زنمت ولی مهم نیست. ده سال بعد مگه چقدر اینجا طولانیه که ما هنو هیچ کس هم پیدا نکردیم. ببین ما چقدر خفنیم که هیچ کس هم پیدا نکردیم. بامباستیک همون شد. آها اینا یادم رفت. خوب بریم بدو. ماشاءالله پهلوان. ماشاءالله بش بین. ماشاءالله. داداش همه تیرتو خالی کرد چرا؟ بی‌تربیت. وای من یه شو دیدم. این کی صحبت؟ چی بودین؟ آره دیدمش. کیستی؟ تیرای خدا علیکی هدت دادم. چی؟ من یارم اصلا حواسم نیست. یه باید بریم حداقل. سوسمار 150 تا داریم. کشتمش. تمام. ایزی اینو برای من. جان عجب چیزی میتونم بردارم. من همینو بردارم. یه دونه از اینا بردارم. داداش روز حرفم نه. از این دارم. من از اینا میخوام. برم از اینا. خب بعدش هم میریم خرج کنیم برای یه دونه این. بخشید یه دونه این برمیدارم. یه دونه از اینا 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 برمیدارم. یه دونه بردارم دیگه. مولوتوف کوکتل مولوتوف
واو خیلی خوبه، خیلی خوبه. آتیش میزنه، آتیش میزنه، آتیش میزنه. جانم به آتیش. آتیشی، آتیشی، آتیشی. من 100 تا داشتم. آتیشی، آتیشی. بیشترمون بود. او من چطوری از اینجا زد؟ آره دیگه، آره با همونو زد. چی داشت؟ به آخرین داریم نزدیک میشویم. 5 نفر مونده و بزنه بود. 2100 تا دارم، مهم نیست. کوکتل مولوتوف من الکی در رفت خاطر یه دسته. وایسا وایسا وایسا، بیا با همه. خب بچه ها، اگه از این ویدیو خوش اومد ویدیو لایک کنید تا یه ویدیو دیگه. بدرود.